و درود به مردم شریف ایران. امیدوارم که در چند روز آینده خبر آزادی وطنمون تو همه دنیا بپیچه، تا اون مزدورایی که به اسم ایرانی الان دارن توی اروپا، توی امریکا، کانادا دارن زندگی میکنن و همچنان مزدوری جمهوری کثیف اسلامی رو میکنن، بفهمن که دیگه کارشون تموم شده، دیگه برگ برنده ای ندارن برای رو کردن. آخرین ویدیویی هم که از اون رهبر مفعولشون دیدن این بود که گفت ما تسلیم نمیشیم. البته مایی که داشت میگفت منظور از خودش بود، چون هیچ کدوم از مردم ایران ذره‌ای برای اون مردک دجال ارزش قائل نیستن و تسلیم نشدنش نشونه اینو داره که اصلا ارزشی برای جون مردم ایران قائل نیست. حالا چه مردم عادی که سالها دارن سختی و رنج و مشقت میکشن، چه اون مزدورای دور و بر خودش که دونه دونه به قول معروف گفتنی دارن نابود میشن. روی صحبتم به اون مزدوراییه که در چند روز اخیر تبلیغ کردن که میخوان فراخوان بذارن و تجمع کنن با پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی و حمایت بکنن از جمهوری اسلامی. اگر واقعا شهامت دارید، بدون ماسک، بدون عینک‌های دودی که کل صورتتون رو میگیره، بیاین توی میدون، بیاین حمایت کنید از جمهوری اسلامیتون دیگه. اگر شهامتشو دارید. تو این چند روزی که بچهای به خصوص لندن تحصن کردن جلوی سفارت اشغالی، خودشون که جرئت نکردن بیان. یک مشت بدبخت بیچارهایی که مال کشورهای دیگه هستن، خب اونا هم مزدورن، پول میگیرن که این کارا رو انجام بدن، میفرستن سراغ بچهای لندن که حالا به اصطلاح اونا رو بترسونن یا اگر اتفاقی افتاد درگیر بشن. خودشون که جرأتشو ندارن. اما دوست دارم به گوشتون برسه که اگر شهامتشو دارید، موقعی که میایین برای اون تجمع با چهره واقعی خودتون بیاید، تا بعدش ببینید که در فردای آزادی که خیلی هم دور نیست، میتونید توی اروپا، امریکا و هر جای خارج از ایران زندگی بکنید یا نه. پاینده ایران، جاوید شاه.